تکبر اصلا خنده داره. یه چیزی که خیلی بی‌تناسب باشه میگن که خر خندش میگیره. گفتش که سیاه گر سرخ پوشد خر بخنده. یا گفتش که اینقدر جاهایی هست که خرکی را به عروسی بردن خر بخندید و شد از قهقه سست. وقتی که خیلی بی‌تناسب باشه خنده‌دار میشه دیگه. بنابراین باید خندید به یه آدمی که پریروز از شکم مادر متولد شده برهنه، نه علمی داشته، من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. حالا 4 کلمه معلوم نیست کجای چیز یاد گرفته، خدا رو بنده نیست و چنان غرور و تکبر میفروشه. یا مثلا 4 تا عبادتی کرده که بله من کربلا رفتم 5 بار، مثلا مکه رفتم اینقدر بار. توفیق داشتیم، البته ما همیشه همه کس این توفیق رو نداره، ما الحمدلله این توفیق رو پیدا کردیم. این چیز رو پیدا کنه و اوج بدتر از تکبرم هست، اوج که آدم به خودش. یک کسی میگفتش که شما چقدر خداوند شما رو دوست داشته که امشب شما رو آورده اینجا که به محضور زور من برسه. این شیطانه دیگه، این آدم که همچه حرفی میزنه شیطانه. اون وقت بوی تکبر رو نمیشنوه آقا که خوب نیست. در دیگران هم اتفاقا میشنوه ولی از خودش نمیشنوه. بنابراین این رایحه شامه ها خراب شده که آدم بوی یه چیزهایی رو که باید واقعا اشمئزاز داشته باشه نمیشنوه. این مولانا و این عطار و این سنایی و این فردوسی و این نظامی و این بزرگان ما این رایحه رو در عالم پخش کردن. اگر که شما با آثار اینا آشنا بشین شامتون خوب میشه، خوب میشه. 2 مرتبه آدم سالم میشه، میفهمه که این بوی پیازه، اون بوی سیره. باقلوا درست کرده مولانا، میگه که کرده او از مکر در لوزینه سیر. در باقلوا که سیر نمیزنن که سیر میشه، ولی بعضیا متوجه شدن باقلوا رو میخورن که خیلی چیز نیست، ولی نمیفهمی که این سیر زدن بهش. سیر یعنی یه مقدار خودخواهی توش هست، حرفای خوب میزنه اما بوی سیر میده. یک خودخواهی توش هست، یک تکبری توش هست. بوی هرچود که کبر و بوی حرص و بوی آز در سخن گفتن بیاید چون پیاز. میگن آقا حرف میزن، حرفای خوب میزن اینا، ولی بوی پیاز میده. دیدین آدم یه غذای خیلی خوب اینا، ولی بوی پیاز که میده دیگه از رونق میفته و آدم نمیتونه اون لذت نمیتونه ازش ببره. مولانا پیامبر بوده، نه به معنی خاصش که ختم شده، بلکه به معنی عام. هر کس دلش جوش میزنه و جوش میزنه که من خبر کنم مردم رو، این پیغمبره. هر کس دائما از خدا صحبت میکنه. شما از اول مثنوی تا آخر مثنوی رو بخونید، همش بوی خدا میده. یعنی هیچ جا نیست که این سمفونی قرآن هم من گفتم به وقتی که شما اگه میخواین ببینین که تمش چیه، میگفتن آقا تم قرآن چیه؟ روی چی صحبت میکنه؟ گفتم ورق بزنین اون کلماتی که خیلی زیاد میبینین اونا رو جدا بکنین. میبینین که اولا الله، باید اللهه، پس همیشه الله مهمه. قرآن الله خیلی مهمه، همش تو هر صفحه‌ای الله، رحمان، رب الله، رحمان. بعد میبینین که الله یه صفاتی داره، رحمان، رحیم و مشخصات داره، له الاسماء الحسنی اسم داره، اینا رو هم یاد میگیره. بعد میبینین که از عالم آخرت گفته، پس خیلی مهمه، تکرار میشه. اونایی که دائما تکرار میشه در سراسر قرآن اینا تمه. مولانا از این اول تا آخر گفته مثنوی ما دکان وحدت است، غیر وحدت هر چه بینی آن بت است. ممکنه من راجع به داستان شیر و گربه هم حرف بزنم، ولی گفت در دکان کفشگر چرم است خوب، قالب کفش است اگر بینی تو چوب. چوب هم ممکنه تو مغازه کفاشی باشه، ولی پاشون که نمی‌کنن که چوب برای قالب کفشی که کفش درست بکنن. نزد بزازان خز ادکن بود، بهر زر استان اگر آهن بود. برای زر کردن ممکن یه چیزی که آهنم گذاشتن اونجا، این که جزء پارچه که حساب نمیشه که. بنابراین یه چیزایی هست که اصل نیست، مال اون مغازه نیست. مغازه مولانا دکان وحدته. اون وقت حالا این دفتر رو من دیگه تکرار چیز نمی کنم. یکیش معراج مولاناست، یکیش حوا راجع به مقام زن صحبت کرده،